سلام و وقت همه شما بخیر. به خبر این ساعت از شبکه خبری استقامت خوش آمدین. بانک مرکزی بر گسترش عادلانه خدمات مالی در سراسر کشور تاکید کرد. صدق الله خالد، معاون اول بانک مرکزی در افغانستان بانک، با دریک جوزف تیسن، معاون بنیاد تضمین تمویلات افغانستان و هیئت امرای او دیدار و گفتگو کرد. به نقل از خبرنامه بانک مرکزی، در این نشست دو طرف بر گسترش تضمین تمویلات خرد، ارائه کمک‌های بلایوز و تقویت همکاری‌های فنی با مؤسسات مالی کشور تمرکز کردند. بانک مرکزی اعلام کرد که خالد در این دیدار بر تعهد این بانک برای توسعه و تقویت بخش مالی و بانکی تاکید ورزید و از بنیاد خواست تا خدمات تمویلی را بدون تبعیض و به صورت یکسان در تمام نقاط افغانستان ارائه دهد. معاون اول بانک مرکزی همچنین بر تداوم همکاری‌ها برای افزایش شمولیت مالی، حمایت از بخش خصوصی و تحکیم نظام مالی کشور پافشاری کرد. بنیاد تضمین تمویلات افغانستان از شرکای کلیدی در حمایت از پروژه‌های خرد و متوسط به شمار می‌رود و دو طرف توافق کردند که این همکاری‌ها در آینده گسترش دهند تا به هدف توسعه پایدار بخش بانکی کمک کنند. این دیدار در حال انجام شد که بانک مرکزی تلاش دارد دسترسی به خدمات مالی را در مناطق مختلف کشور گسترش دهد تا به گفته مسئولان اقتصاد افغانستان تقویت شود و فرصت‌های برابر برای شهروندان فراهم گردد.